به نام خداوند بخشنده و مهربان. جلسه چهارم از برنامه کویک بوکس شروع میکنیم. میریم برنامه کویک بوکس رو باز میکنیم. درسی که امروز ما شما قراره که مورد مطالعه قرار بگیریم از بخش مینوی ویو شروع میکنیم. خب میریم بخش مینوی ویو. ما روز قبل اینا کلا محیط کویک بوک برای شما معرفی کردیم. رو میریم به ویو. از این جگه داره به نام Open Window List. Open Window List برای چی به درد میخوره؟ مثلا حالا فعلا ما یک پنجره مثلا هوم بازه، من میرم ممی آیکون اینتربل رو میزنم، باز میکنم و میام دوباره پس روی هوم کلید میکنم، یا مثلا کریت سیلز ریسیورم کلید میکنم، میرو باز میکنم و بعد از دوباره پس روی هوم کلید میکنم. حالا اگر من خواسته باشم برم بخش ویو و اوپن ویندو لیست رو بزنم، زمانی که رو از کلید کنیم به طرف دست چپ یک لیست باز میشه. برای ما پنجره هایی که باز کردیم برای ما اینجا لیست میکنه و نشان میده. مثلا شما به می چند پنجره شما سر و کار دارین که روی اینا کار میکنین، درسته؟ خواسته باشیم که سریحاً به هر پنجره که خواسته باشیم، به هر بخشی که خواسته باشیم سریحاً بریم برای از اینا دسترسی پیدا کنیم. میان چی کار میکنیم؟ مثلا بخش هوم فعلا میام میتونم اینترسل ریسیور کلید بکنم، یا مثلا برای هوم کلید بکنم، یا مثلا اینتربل کلید کنم. هر کدوم از اینو که کلید بکنیم به اون بس میرین شما رو میبره به اون بخش. خب ما خواسته باشیم مثلا پنجره ها دونه دونه میتونیم باز کنیم. مثلا اینترسل ریسیور کلید میکنیم، میان چی میدونیم؟ همین کلید زبدر که هسته، کلوز، کلید کلوز رو بزنیم بسته میکنیم. و یایی که خواسته باشیم تمام پنجره ها رو به یک دفعه بسته کنیم، میریم بخش ویندو و داره به نام کلوز آل. کلوز آل کلید میکنیم، تمام پنجره هایی که ما اخیرا باز کردیم اینا رو برای ما بسته میکنه. و بخش اوپن ویندو رو هم میتونیم از چی؟ از بخش ویو و ایران تیک از این اورداره. پس دوباره میام هوم کلید میکنم و همه بخش هوم رو باز میکنم. بریم دوباره به بخش ویو و داریم به نام سویچ تو مولتی مانیتور مود، یا که از روی کیبورد هم میتونه کنترل آلت امر کلید بکنه. این برای چی به درد میخوره؟ این برای از این به درد میخوره که مثلا اگر شما چند پنجره خواسته باشیم هر دو پنجره مثلا به این شکل بزرگ ببینیم، در صورت این کار میده که شما دو تا مانیتور به هم وصل باشه. مثلا این کامپیوتر شما استفاده میکنه، یک مانیتور دیگه هم باشه در پهلو از مثلا از یک پنجره به روی یک مانیتور دیگه قرار بدیم و این پنجره به روی یک مانیتور دیگه، که یعنی مثل می برنامه نویسا که اگه شما دیده باشین قبلا یا مثلا داخل اینترنت یا هر جا دیگه، برنامه نویسا که هست 5-6 تا مانیتور مثلا روی نگذاشته که یک از این مانیتور و از این مانیتور نگاه میکنه. مثلا پنجره ها رو مندازه روی میگم مولتی پل مانیتور، یعنی چندین مانیتوره. دیگه داریم به نام تاب آیکون بار. این بخش آیکون بار اینا که روز قبل هم برای شما گفته بودم، بازم دوباره هم تکرار میکنم. میگه تاب آیکون بار که اگر تیک ازی گذاشته باشه یعنی آیکون بار به کجای؟ به طرف بالای. اگر بگم لفت آیکون بار رو به کجا میبره؟ به طرف دست چپ میبره. دوباره میام ویو میگم هاید آیکون بار، که پس آیکون بار چیکار میکنم؟ مخفی میکنم. و یا که پس دوباره ویو بگم آیکون بار رو به کجا ببره؟ تا به طرف بالا. و میام اینجا دوباره بخش ویو کلید میکنیم. داریم به نام سرچ باکس. سرچ باکس چی هست؟ فعلا تیک ازی هم گذاشته، مثلا من تیک ازی ور میدارم، حالا اینجا کلا مخفی شد. پس دوباره بیام بگم بخش ویو و بعد از او سرچ باکس تیکی رو بذارم. سرچ باکس یک باکسیه که به می طرف آخر برای ما نشان میده. طرف آخر نشان میده یعنی هر چی که شما جستجو کنیم برای ما اینجا مو سرچ باکس رو نشان میده. خب
سرچ باکس، یک باکسیه که اینجا مثلا ما هر اطلاعاتی که داخل برنامه کویک بوکس مثلا بعد از چند وقت که پس باشین دنبالی یا بگردیم داخل سرچ باکس حتی یک کلمه هم از مو سند شما تایپ کنیم اینو برای ما پیدا میکنه که اگر ایانا به اینجا نشان نداد با آخر آیکون بار نشان نداد شما میتونیم بیایم بخش هیدیت و بیایم از این جگاه سرچی ها از روی کیبورد F3 بزنم که میتونیم هر معامله که شما انتر کرده باشیم این چیکار میکنیم منو تایپ میکنیم و سرچ میکنیم که اگر شما یعنی اگر بعد از چند وقت هم که باشه ما میتونیم چیکار کنیم پیدا کنیم. خب من میرم دوباره میام چی میکنم دوباره بخش ویو و داریم به نام کاستومایز آیکون بار. کاستومایز آیکون بار یعنی چی؟ یعنی شخصی سازی آیکون بار که تنظیمات خود می آیکون بار که رو از کار میگیریم. میام رو از کلید میکنم، میایم این جگاه کلید میکنم، زمانی که کلید کنه یک پنجره خورد دیگه این جگاه باز میشه که مربوط به چیه؟ مربوط به می آیکون باره. هر بخشی که شما این جگاه میبینه مثلا اکانتنت و هوم و مای کمپنی و مثلا هر چی که این جگاه میبینه شما بتونید از این جگاه شخصی سازی کنید، یعنی تنظیمات رو برقرار کنید که جاهای اینا رو انتقال بدید، مکان اینا مثلا با اول باشه، دوم باشه، با آخر باشه، به کجا باشه. مثلا هر بخشی هم که اگر با آیکون بار شما مثلا بزید خیلی سر و کار داشتین اگر میخواستین که بزید سر و کار داشته باشین ولی نباشه در بخش آیکون بار بتونید شما از می بخش کاستومایز اینجا اضافه کنه. مثلا میام اینجا بخش ویندور داره چی داره؟ ترک بیل ترک. ببینیم اینجا گزینه به نام بیل ترک داریم یا نداریم؟ داریم، بیل ترکر اینجا داره که میتونیم مثلا اگر ما اد بزنیم روی اد کلید کنیم هر بخشی که شما خواسته باشه میتونیم اون بخش رو اینجا اضافه کنیم. حالا مثلا من میام سرچ کلید میکنم، میگه لیبل سرچ. زمانی که ما یکی از اینا رو انتخاب بکنیم میگه لیبل داره سرچ که لیبل همون نشانه نو میاره به نام سرچ و دیسکریپشن توضیحات سرچ این کوی باکس. میر کلید میکنم و بعد از اون میگم اوکی سرچ اینجا اضافه شد و بعد از دوباره میگم چی کلوس که باید آیکون سرچ اینجا اضافه شده که ما میتونیم دوباره هم که روی کلید بکنیم باز همون بخش سرچ برای ما باز میکنه. دوباره پس بزرگتر بکنم میرم دوباره بخش ویو و کاستومایز آیکون بار کلید میکنم. خب هر کدام از اینا که با خواسته باشیم نباشه به طور مثال من میگم کلندر مثلا نباشه، میام از این جگاه کلندر رو پیدا میکنم، کلندر درسته، میام میرم انتخاب میکنم چی میزنم ادیت هم میتونیم پس دوباره چیکار کنیم آیکونکی رو میتونیم میوز کنیم، میتونیم مثلا همون نام کلندر دیگه چیزی بنویسیم و یا که توضیحاتی رو خواسته باشیم تغییرات بیارم. من میگم چیکار شه، میام میرم انتخاب میکنم این بخش کلندر میگم دلیت، یعنی به بخش آیکون بار دیگه نشون نده. دیگه هر زمانی که ما مثلا این رو توالا که میکنیم یا اسکرول داون اسکرول اپ میکنیم اینجا به نام اسپیس نمیشته. اسپیس منظور از چیه؟ فاصله یعنی خطا که می دیواره که ما بین آیکون ها قرار یا مثلا دیوار اینجا یکی اینجا یکی ما بین از این آیکون و دیوار اینجا که اگر خواسته باشیم تعداد امی خطا زیاد یا کم کنیم بتونیم اسپیس مثلا بعد از سرچ اینجا یک دیوار اضافه شده که بتونیم همون چیکار کنیم کم کنیم. مثلا اینجا بیاوردم مثلا چه انتخاب میکنم مثلا میتونم بگم چی دله با چیکار شده می دیواره چیکار شد کم شد. و یا ای که خواسته باشیم مثلا من میگم بعد از هم اینجا یک چی اضافه کنم یک همون دیوار اضافه کنم یا انتخاب میکنم میگم اد سپریتور که کلید کنیم بعد از هم چیکار شده یک همون دیواره. این برای چیه؟ برای از اینه که ما مشخص کنیم که مثلا کدو برنامه برای ما مهمتره یا مثلا بگیم این برنامه از این برنامه جدا میشه. دیگه میایم پایینتر آیکون بار دیسپلی آپشن میگه شو آیکونز اند تکست
که میگه هم آیکونی رو نشان بده و هم متن نشان بده. اگر ما بیان شو آیکون لیر بزنیم چه کار میکنه؟ فقط آیکون رو نشان میده، ولی متنایی که نوشته اون رو نشان نمیده. پس دوباره میتونیم بگیم تیک از این بزنیم شو آیکون سنتکس. دیگه هم بخشش شو سیج باکس که اگه تیک از این چکار کنیم داریم دیگه نشان نمیده، که اگه بذاریم نشان میده. این بخش چی بوده؟ از بخش تنظیمات آیکون بار که ما او طریقه هم میتونستیم بیاریم و میتونیم راست کلید هم بکنیم. به کجا؟ مثلا ممی راست کلید بکنیم و کستومایز آیکون بار کلید بکنیم. دوباره میرم بخش ویو، میام دیگه داریم به نام هد هوم تو آیکون بار. ای چی هسته؟ ای عنوان از این مثلا دو نقطه زده بعد از هوم با دو نقطه دیگه میگه هم تو دی هد اد هوم تو دی آیکون بار. منظور از اینه که مثلا آخرین بار مثلا به هر پنجره که شما سر و کار داره میتونه اون متغیر هم باشه، یعنی تغییر کنه نام، یا مثلا هوم نباشه. مثلا به میام کلید میکنم، مثلا میگم ریسیف پیمنت رو از این کلید میکنم. زمانی که بریم بخش ویو حالی چی شده؟ میگه هد ریسیف پیمنت تو دی آیکون بار. یعنی چی؟ یعنی با آخرین پنجره‌ای که شما سر و کار داریم میتونیم همون چیکار کنیم؟ به آیکون بار اضافه کنیم. مثلا همون آیکون ریسیف پیمنت به اینجا چیکار کنیم؟ اضافه کنیم. که اگر می بیام اینجا بخش ویو و بعد از بگم اد ریسیف پیمنت تو آیکون بار چیکار میکنه؟ او رو اضافه میکنه. اینجا میتونیم آیکون رو هم تغییر بدیم و لیبل و دسکریپشن رو میتونیم چیکار کنیم؟ تغییر بدیم، که ما فعلا نمیخوایم. میرم دوباره بخش ویو، دیگه دارم به نام فیوریت مینو که تیکی گذاشته فعلا نشان میده و این میگم فیوریت مینو. فیوریت یعنی دلها، یعنی مینوهایی که یعنی بخشهایی که شما خیلی به اینا سر و کار داره و زیاد برای از اینا سر و کار داره که هر دم هر صد روی از اینا کار میکنیم، میتونیم اینجا اضافه کنیم. که اگر میام کستمایز فیوریت بزنم میتونم مثلا میگم آیتم لیست رو بخش چی اضافه کنم، در بزنم اضافه میشه. برای بگیم اوکی. که اگر ما خواسته باشم یا انسان کنیم بخش فیوریت کلید بکنم میگه آیتم لیست مستقیم برو برای چی؟ برای آیتم لیست برو. که خواسته باشیم میگیم بخش ویو بگیم می فیوریت هم نشان بده یا که نشان نده. که اگر تیک از این وردارن دیگه نشان نمیده و دوباره میام کلید میکنم میگم فیوریت تیک رو میذارم نشان میده. دیگه بخش وان ویندو داره و مولتیپل ویندو. مولتیپل ویندو، وان ویندو یعنی یک پنجره، تو ویندو مولتیپل ویندو یعنی چندین پنجره. که اگر مثلا مولتیپل ویندو انتخاب باشه که انتخاب و بعد از بیایم بخش ویندو، این پنجره هایی که ما اخیرا باز کردیم اینجا نشان میدم که مستقیم میتونیم یا امی سه گزینه اون پنجره هایی که اخیرا ما باز کردیم میتونیم اونا رو بچینیم. مثلا بخش تایل ورتیکلی به حالت بچینیم و یا ای که مثلا هورزنتالی بچینیم اینا، یا کیسکید به شکل پله پله. که اگر ما بیایم به بخش ویو و ای وان ویندو انتخاب کنیم فعلا نمایش روی یک پنجره، یعنی یک پنجره نشان میده. و بخش ویندو هم او تنظیماتی که ما داشتیم، او تنظیمات هم چیکار میشه؟ غیر فعال میشه. که ما میتونیم دوباره بگیم کلوز آل، هرچی پنجره که بازه اونا رو چیکار کنیم؟ اونا رو بسته کنیم. پس دوباره روی هوم کلید میکنیم بخش ویو. ای هم از بخش چی بوده؟ بخش ویو. و درس امروز ما همینجا تمام میشه. امیدوارم که خسته نشده باشه.